مقامات تفتیشاتی تاجیکستان حساب بانکی رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین شورای عالی اکبرشاه اسکندروف، وزیر سابق کارهای خارجی امراخان ظریفی، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات شاکرجان حکیموف و نزدیکان آنها را بستند. بنا به خبر منبع‌های رادیوی آزادی، از 3 ایول همچنین دستور داده شده است که خانواده آنها حق فروختن یا به اجاره دادن خانه، بوستانسرا، شرکت، ماشین و اموال دیگر را ندارند. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره چیزی نمیگویند. نزدیکان بازداشت شده و همچنین از فشار به خویشاوندانشان شکایت دارند. از جمله یکی از نزدیکان افراد بازداشت شده گفت بر اساس مکتوب مقامات او را از جای کارش راندند. مقامات رسمی از جمله دادستانی کل تاجیکستان که تفتیش پرونده ها را پیش میبرد، از دادن همه گونه جزئیات در رابطه با این قضیه و افراد بازداشت شده خودداری میکنند. در این میان فقط سید جعفر عثمانزاده را که ماه گذشته دستگیر شد به تلاش برای غصب حکومت متهم کردند. درباره بقیه چیزی نگفتند. دادستانی به این پرونده ها مور مخفی زده است. در همین حال نزدیکان افراد بازداشت شده میگویند از روز بازداشت تا کنون موفق نشدند که آنها را بینند. آنها میگویند اکثر وکیلان دفاع پیشنهاد را برای حمایت از حقوق منفعت‌های نزدیکان بازداشت شدهشان به دوش نمیگیرند. رادیوی آزادی بر اساس اطلاع منبع‌های خودش معلوم کرد که بجز از وکیل دفاع دولتی در حال حاضر تنها اکبرشاه اسکندروف و شاکرجان حکیموف وکیل دفاع مستقل دارند، اما وکیلان دفاع با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها صحبت نمی‌کنند. تا کنون وکیلان دفاع موفق نشدند که با زیرمایه‌های خود در بازداشتگاه ملاقات کنند. به گفته یک منبع از مقامات تاجیکستان، در جریان بازپرسی‌ها تنها وکیل دفاع دولتی شرکت می‌کند، اما به دلیل مخفی بودن پرونده جزئیات آن رسانه‌ای نمی‌شود. نزدیکان دست کم 2 بازداشت شده در این قضیه به شرط نبردن نامشان گفتند که آنها به دادستانی کل و ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه شکایت کردند که مفتشان نمیگذارند آنها و وکیلان دفاعشان با نزدیکانشان ملاقات کنند. پیوندان افراد بازداشت شده میگویند تا کنون هیچ اطلاعی درباره شرایط و بود و باش، وضع سلامتی و چگونگی تفتیش قضیه ندارند. برخی از نزدیکان افراد بازداشت شده را در پیوند به این قضیه مقامات بازپرسی کردند، اما از آنها زبانخط گرفته شده است که جزئیات را مخفی نگاه دارند.